بیشتر هدف. خب معرفی کنین خودتونو. بله. به نام خدا، سلام، من فؤاد اسماعیلی هستم، دانش آموخته کارشناسی ارشد علم داده ها از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی آمار از دانشگاه نیشابور. تو این جلسه قراره یه سری تنظیماتی رو که به ما کمک میکنه تا بتونیم راستین بودن خروجی هامون رو توی آر مارک داون و آر سویو داشته باشیم رو ارائه بدم. اول در مورد ورد و HTML صحبت میکنم و بعد هم در مورد پکیج RTL نیتر که پارسال رو منتشر کردم صحبت میکنم و اون بیشتر برای اینه که بتونیم با آر سویو کار کنیم که به ما این امکان رو میده که بتونیم، چون آر سویو به ما این امکان رو میده که داخل تکست استودیو اصلا کد هامون رو بذاریم، عملا در قالب پایان نامه اینها هم به راحتی میتونیم کارمون رو پیش ببریم. لذا اگه موافقین بریم شروع کنیم کار رو. و نکته‌ای که وجود داره اینه که این وبینار یا کارگاه یا هر چیزی که میخوایم جلسه رو اسمش رو بذاریم، پیش نیازش همون آر مارک داون های مقدماتی هستش که توی هم آر لیدیز گذاشتن دوستان و هم در جاهای دیگه میتونیم به راحتی پیداش کنیم. و توی اینجا ما بیشتر اینکه چطوری تنظیمات فارسی سازی رو ایجاد کنیم رو قرار صحبت کنیم و خیلی درباره اینکه چانک چی هستش، چه پارامترهایی داره و اینها قرار نیست صحبت کنیم. اول از همه در مورد HTML میخوام بگم. توی HTML همونطور که ما میدونیم قالب ها رو معمولا با CSS طراحی میکنن. توی اینجا هم دقیقاً به همین صورت. من مثلا یه دونه قالب رو اومدم در حد خیلی مقدماتی یه چیزایی نوشتم و برای اینکه ببینیم که چطوری میتونیم اینها رو تنظیماتش رو درست کنیم. الان من اگر بیاد بالا، بله. خب این همونطور که میبینید فارسی ها، انگلیسی و اینها هستش، ولی خب سوالی که مطرح میشه، خب من اینها چطوری تنظیم کنم؟ شما هر وقتی که یک آر مارک داون جدیدی ایجاد میکنین، که حالا مثلا از همینجا من یه دونه ایجاد کنم، اینجا HTML و این رو هم ذخیره کنم که داشته باشیم که اینجا ایونتس 04. خب HTML output. خب این رو اگر داشته باشیم ما به راحتی میتونیم با یه نیت گرفتن خروجی هامون رو داشته باشیم که اینجا هم میبینیم. ولی نکته که وجود داره اینه که این چپ به راسته و من قراره اونجوری تنظیمش کنم. برای این کار من کاری که میتونم بکنم اینه که بیام توی همینجا با استفاده از کروم مثلا یا فایرفاکس، فرقی نمیکنه، باز میکنیم و توی همینجا یه راست کلیک و اینسپکت رو فعال میکنیم و ببینیم که هر یک از اینها داره چه کلاسی هستن و چه تگ HTML براش استفاده شده. مثلا برای این تگ، برای این کد سامری کارز من تگ پری با کلاس آر رو دارم، یا مثلا خروجی ها رو با تگ پری دارم میبینم. لذا میتونم با استفاده از همین تگ های HTML و اینها یک فایل CSS طراحی کنم که به من این امکان رو میده که بتونم چپچین و راستین بودن و یا حتی فونت و غیره رو برای خودم تنظیم کنم. که توی اینجا من اصلا اومدم این رو طراحی کردم که یه بادی که کل متن رو میاد راستچین میکنه و فونتش رو تنظیم میکنی و تکست الاین و سایر تنظیماتی که بچه ها میتونن با استفاده از CSS طراحی کنن. و همینطور مثلا تگ های هدر رو مثلا من اومدم که چیز کرده باشم، آبی کرده باشم، یا تایتل رو من دوست داشتم به صورت سیاه باشه. حالا اینکه با استفاده از یه تنظیمات ساده CSS رو براش تعریف میکنم. خود این فایل مایستار CSS رو هم دقیقا کنار همین فایل RTL Markdown من قرار دادم و به راحتی همه اونها انجام میشه. همونطور که میبینید اونجا در مورد کد صحبت کردم که پری با
کلاس آر به ما کدهای آرمون رو میگه و پری خالی هم که البته با یک کلاس دیگه بود که من حالا برای کل پری ها این رو تعریف کردم، اینه که رنگ متنش انگلیسی سیاه باشه و دوباره چپ به راست باشه و اینها، چون ما کد هامون نیاز داریم که چپ به راست باشه تا بتونیم هم خروجی هامون و هم کد هامون ساختارش به هم نخوره. و اگه الان دوباره من این رو رانش کنم می‌بینیم که همه اون تنظیماتی که من دارم برقراره و حتی همینجا هم من یه متن نوشتم که به راحتی انجام شده و این هم یک متن دیگر وقتی بزنیم به راحتی اجرا میشه و اون ادامه و اینها هم میاد کنار هم. و همونطور که میبینید نمودارها شکل ها هستش، تنظیماتش، خروجی هاش هم همشون تنظیماتش برقراره و اگه سوالی هم داریم بپرسین، من همینجا جواب بدم که بچه‌ها اگه سوالی دارین تو چت هم بپرسین یا میتونین آن میوت کنین و بپرسین از فعال. مرسی، ممنون. فعال ادامه. قربان شما. این هم که نوع خروجی ها ما میتونیم حتی کپشن براش تعریف کنیم، fig.cap. این هم یک نمودار. ببینیم که به راحتی این تنظیمات برقرار میشه و این هم اون چی میگن کپشن این شکلی که وجود داره و همونطور که میبینید تمامی تنظیماتش برقراره. این گزارش به فارسی رو هم گذاشتم که تایتل من هستش، در واقع گذاشتم وسط چین کردم. اینها رو هم که هدر هستش رو به صورت آبی گذاشته بودم، اگه خاطرتون باشه توی اینجا تعریف کردم. من اگر اینجا بیام اینها رو بگم که دایرکشنش رو که البته تنظیم کردیم با استفاده از بادی، مثلا بیام بگم که تکست الاین این هم مثلا باشه سنتر، میبینیم که اینجا هم دوباره تغییر میکنه، میاد وسط همین ها. به همین راحتی ما میتونیم برای HTML اون مشکلاتی که برای چپتین بودن و راستین بودن هستش رو تعریف کنیم و هر جایی هم که ما بلد نیستیم رو کافیه بیایم توی اینسپکت کد و اون رو بررسی کنیم که کدوم بخش هستش و برای اون بیایم یه کد CSS تعریف کنیم و اون تنظیمات مد نظرمون رو براش اعمال کنیم. ببخشید و هر کسی که خب من یه سوال داشتم، چقدر امکانات یعنی چه آپشن هایی هست واسه عوض کردن فونت؟ شما هر چقدر که CSS بهتر باشه خب قاعدتا میتونید بهتر طراحی کنید دیگه. الان یعنی مثلا اینجا میتونیم مثلا فونتش هم عوض کنیم، مثلا فونت قاعدتا خیلی نازنین. آره الان مثلا من اینجا تعریف کردم دیگه، نگاه کنید. من گفتم فونت فامیلی من آریال باشه، شما همینجا میتونید یه فونت فامیلی دیگه تعریف کنید. مثلا اینجا بذارم برای تایتل مثلا بذارم فونت فامیلیش باشه تایمز نیو رومن. خب الان این رو هم مثلا یه ذره انگلیسی کنم که حالا یه ذره چیزش به هم به اون انگلیسی بخوره. مثلا اینجا می‌بینید که این تایمز نیو رومنه و این فونت هم که دیگه متفاوته دیگه. الان مثلا برای اینکه تفاوتش رو هم ببینیم من اینجا تایمز نیو رومن رو دوباره میکنم آریال که اون فونت تغییراتش رو ببینیم. ببینید من منظورم فونت فارسی بود. فونت فارسی هم دوباره همینجا میگم دیگه، توی متن فارسی میتونید تنظیمات تعریف کنید و حتی میتونید توی موقعی که دارین متن رو مینویسین دوباره بیاین یه حالت تگ مانند براش تعریف کنید، یه کلاس تعریف کنید و اون کلاس رو براش کارتون رو پیش ببرید. دقیقاً همونجوری که توی یک وبسایت مینویسن بیاین اینجا رو همونجوری تنظیماتش انجام بدید. بله ممنون. خواهش میکنم. اما در خصوص ورد که
یه مقداری احتمال میدم که بیشتر استفاده بشه، چون توی گزارش هایی که ما میدیم مخصوصا در قالب حالا یا مقالات داخلی که داریم یا که معمولا فکر کنم با استاتستیکس ها بیشتر توی ورد مقالاتشون رو می‌نویسن و یا حتی گزارش هایی که میخوایم به صورت ورد باشه، بعدا تنظیمات خاصی رو روش اعمال کنیم یا اصلا متن اضافه رو براش بنویسیم، معمولا توی ورد راحت‌تر این کار رو انجام میدن و خروجی ها رو با ورد میگیرن. حالا ما ببینیم که چجوری توی ورد میتونیم این کار رو انجام بدیم. توی ورد هم حالا من اینجا یه دونه باز کنم که قبلا ایجاد کردم، بله، که این هستش. اینا رو با اجازهتون ببندم که قاطی نشه. خب توی اینجا هم دقیقا مثل همونجا که CSS تعریف کردیم، هم ورد داکیومنت که داریم، با استفاده از آرگومان رفرنس DOCX میتونیم یه دونه قالب تعریف کنیم. حالا این قالب رو چجوری تعریف کنیم که به من اون خروجی مد نظرم رو بده؟ مثلا من توی اینجا یه چیزی رو تعریف کردم که به من خروجیش رو میده. اگر بیام بیرون خب همونطور که میبینین من یه سری خروجی های دارم که به صورت راستچین چپچینه و جدول دارم اینجا دوباره مثلا، و این کپشن رو دارم و سایر چیزهایی که ما توی یک متن مارکداون داریم. اما این رو من چجوری تعریف کنم این تمپلیت رو که بتونیم به این خروجی دست پیدا کنیم؟ حالا این میگم اینها مقدمات و هدف اصلی اینه که ما یه جورایی ماهیگیری رو یاد بدیم و دوستان خودشون برن ماهی رو بگیرن. و اینجا هم حالا این رو چجوری تعریف کنیم؟ کافیه که بیایم دوباره مثلا یه دونه فایل اسکریپت یه دونه آر مارکداون باز کنیم. اینجا مثلا ورد رو میذارم و این رو هم ذخیره کنم. یه دونه جدید بسازم که داشته باشیم. ورد آندرلاین مارکداون. خب ما هر وقتی که این کار انجام میدیم یه دونه اگه از این بگیریم خروجی، به ما همیشه یک خروجی ورد داریم که اینجوری هستش، درسته؟ حالا این رو ما چجوری تنظیم کنیم که اونجوری که میخوایم باشه، دقیقا اینجوری نباشه؟ کاری که میکنیم اینه که البته توی ورد چیزم دقیقا هم به همین صورت ویندوز، من اینجا مثلا کلیک میکنم، میبینین اینجا استایلش تعریف میشه که چجوریه. من میتونم اینجا بیام تغییراتش رو تعریف کنم. مثلا میام اینجا میگم که این هدینگ 2 من ادیت استایلش، و بیام اینجا مثلا الاینمنتش راست کنم، اینجا تکست دایرکشنش هم رایت تو لفت کنم، فونتش هم مثلا بذارم آریال. دلیلی که آریال استفاده میکنم این که فونت فارسی خیلی ندارم متاسفانه، شما میتونید هر فونتی که دوست دارید استفاده کنید و حتی مثلا رنگش رو تغییر بدین. اینجا فونت افکت براش تعریف کنید، مثلا اینجا من این رو میذارم قرمز به عنوان مثال. خب و اینجا هم فرست پاراگراف، دوباره اینجا کافیه روش ادیت استایل بزنیم و دوباره اینجا رو مثلا رنگشو بکنم آبی، هر جوری که دوست دارین تغییر میدین دیگه. اینجا رو هم دوباره بکنم آریال و تکست الاینمنتش هم بکنم رایت تو لفت. خب و اینجا هم که تکست بادی هستش، همونطور که میبینید متفاوت هستش از اون فرست پاراگراف. دوباره اینجا هم میتونیم تغییراتی رو اعمال کنیم، اینجا رایت، دوباره رایت تو لفت و فونت رو هم دوباره آریال مثلا اینجا میذارم دوباره، بعد اینجوری، و دوباره میتونیم فونت اینجا مثلا رنگش هم تعریف کنیم و
غیره. من برای بخش کد هم که همونطور که می‌بینید ما سورس کد رو داریم که من سعی می‌کنم تغییر توش ندم و بر اساس همین کارها میتونیم بریم جلو. مثلا اینجا وقتی که نمودار دارم میتونیم براش دوباره تعریف کنیم که نمودار یا اون کپشنی که اگه داره چی هستش، گرافیکس اونها، و این رو معمولا میشه تنظیم کرد یا اینکه بعداً باش پیش بریم. و نکته دیگه نداره، این هم دقیقاً به همون صورتی که اونجا یک فایل تمپلیت درست می‌کنیم اینجا هم یک فایل تمپلیت درست می‌کنیم و هر جایی که به نظرمون مد نظرمون میاد که یه سری تغییرات میخواد کافیه که بریم تو اونجا ببینیم این استایل مربوط به اون بخش چیه و اون استایل رو تغییر بدیم به اون چیزی که ما خودمون مد نظرمونه. الان مثلا من همین رو اینجا ساختم، من یه دونه سیو میزنم، سیو از، و این رو هم میذارم my template 2 مثلا، اینجا رو هم میذارم این از این، بله با فرمت DOCX هم باید باشه. خب اسمش چیه؟ my template 2. این رو میذارم اینجا. تفاوت اینجا همیشه حواستون باشه که یک تب فاصله لازم داره. reference مثلا DOCX بود فکر کنم که اینجا هم میشه my template 2.docx. بله خب این رو میذاریم و اینجا هم حالا من یه سری متن‌ها رو همینجا پاک میکنم می‌نویسم. یک هدر، این متن فارسی، یک متن فارسی دیگر، این هم دوباره یه دونه چانک هم بسازیم، سامری آیریس. اینجا یه خطایی داره میده. فایل رو پیدا نکرد، اسمش چی بود گذاشتم؟ my template 2 دیگه. همونطور که میبینین اون تنظیمات برقراره و اون خروجی هم که تنظیمش برقراره و به راحتی هر جوری که بخوایم میتونیم تنظیمات رو پیش ببریم. اگر توی ورد هم سوالی ندارین که بریم سراغ PDF. خیلی ممنون. صدا که میاد انشاءالله. بله بله عالی بود. بچه سوالی ندارین؟ نه مرسی، میتونین موف کنین بریم تاپیک. بله خب تا اینجای کار پس بنابراین ما یاد گرفتیم که HTML رو چجوری تنظیم کنیم و ورد رو، و همونطور که دیدیم طراحی این بله. بعد خدمت شما عرض کنم اما بریم سراغ این که ما چجوری خروجی آرمارک داون داشته باشیم برای ورد. نکته‌ای که وجود داره دیگه کم کم وارد خود پکیج میشیم که برای تنظیم خود PDF هستش که نیازمند یه سری کدنویسی های نسبتا کم، ولی خب درک ما از خود پکیج نیت رو داشت، ولی خب دیگه حالا من سعی کردم اون رو آماده کنم که دیگه نیازی به تنظیمات دیگه نداشته باشه و شما فقط با خوندن یک تابه اون رو همه اون تنظیماتی که لازم داریم داشته باشیم، که اسم این پکیج هست RTL نیت که شما میتونید هم از داخل کرن نصبش کنید و هم از داخل گیت هاب بنده، که اگر RTL نیت سرچ کنین RTL نیت R package اگر سرچ کنید اینجا احتمالاً گیت هابش هم میاره که نیورد گویا. بسیار عالی. خب یه گیت هاب هم سرچ میکنید کی به کی. خب اینجا اگر سرچ کنید این میاد و شما با استفاده از این دستور میتونین اون رو نصب کنید
پیشنهاد من اینه که نسخه گیت هابشون نصب کنید، چون هر وقتی که من اگر تنظیمات خاصی بهش بخوام با مشکل خاصی مواجه بشم، سعی میکنم همین گیت هابش فقط به روز رسانی کنم، ولی خب از طریق کرن هم با استفاده از این دستور میتونید نصبش کنید و همین. برای این که بتونیم حالا RTL نیت رو استفاده کنیم توی قالب خروجی های فارسی، نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که همونطور که دیدین همه اونها یک سری هدر لازم دارن. اینجا هم به همین صورته، ما یک هدر نیاز داریم که داشته باشیم و در حالت PDF ما پیشنهاد میشه که از پکیج بوک داون استفاده کنیم به جای خود آر مارک داون، به خاطر یه سری مشکلات ریزی که داشت، مثلا بحث رفرنس دهی و اینها بود که توی اینجا توی پکیج بوک داون همه اون مشکلات برطرف شده. حالا اگر این رو ببینیم، یه دونه مارک داون RTL داریم، یه دونه مارک داون RTL هدر. شما با استفاده از مارک داون RTL هدر اون رو میتونید داشته باشین که کافیه این رو اجرا کنین و کپی کنین و بذارین بالا. همونطور که میبینین لیتکس انجین رو برای فارسی داریم، بنابراین باید نیاز داریم که زیلاتک رو استفاده کنیم و یه سری پکیج های پیش نیازی که برای فراخوانی داریم مثل زیپرشین، BD و هایپررف هستش و فونت رو هم باید تعریف کنیم که اینها رو هم با استفاده از این آرگومان میتونیم استفاده کنیم و هر پکیج دیگری از لاتک رو هم بخواید فراخوانی کنیم حتما قبل از این پکیج ها باشه. یعنی مثلا یه پکیج میخواین نصب کنید استفاده کنیم به اسم AMS Math، use package AMS Math رو اینجوری بنویسیم، نه اینکه بعد از اینها باشه بعد از اینها باشه. یا حتی تنظیمات دیگه ای هم که نیاز داریم، مثلا تنظیمات مارجین صفحه و اینها رو هم سعی کنین اگر به همین صورت میتونن استفاده کنیم. فقط فراخوانی پکیج خیلی مهمه که قبل از این سه تا پکیج انجام بشه. حالا نکته دیگه که وجود داره اینه که خب ما حالا این رو فراخوانی کردیم، چجوری خود تنظیمات رو اعمال کنیم با استفاده از همین تابع هدره. یه دونه اینجا چیز دارم، نه کافیه این رو بذاریم اینجا hooks underline RTL که اینجا اگر نگاه کنیم این hooks underline RTL رو با استفاده از این روش اعمال میکنه. خب ما هم دقیقا همین رو کپی میکنیم اینجا، فقط اینکه واسه من به جای اون اینه. همین. حالا این هم از این یک هدر، یک متن فارسی. خب این رو هم بذاریم توی یک جای دیگه، 06. خب و این رو هم میزنیم. خب نمیخونه به خاطر اینکه این پکیج رو تو اینجا فراخوانی نکردم. library RTL Knit. یه ذره طول میکشه، حتما تک لایو رو باید درش نصب داشته باشی، وگرنه عملا کار نمیکنه. همونطور که میبینین اون چیزهایی که لازم داریم رو براش به وجود میاره و خروجی هاش هم هست، فقط اینجاش به این مشکل خورده که اون هم همونطور که گفتم مشکلش اینه که من از خودم رفتم از داخل چیز نصب کردم، از داخل اکران نصب کردم که الان پاکش میکنم و میرم سراغ اینکه از داخل چیز نصب کنم، از داخل گیت هابم. اگر اجازه بدین رو پاکش کنم.
ببخشید یه سوال. اون بله پکیج RTL Meet R اون توی کتاب رو ریکرن نیستش؟ توی کرن هم هست، همونطور که دیدین الان مثلا برای خروجی چیزم، خروجی خود کد آرم برای خود کدها خروجی هاش درسته، مثلا برای خود چیزش خروجی آوتپوت هم این راست چینه، همونطور که میبینید. این رو باید درست کنم دیگه، درسته؟ این باید درست باشه که باید بره سمت چپ دیگه، درسته؟ بله بله. این رو الان من بهتون نشون میدم که توی نسخه گیت هاب هم این مشکل دیگه نیستش. الان من این رو مثلا اینجا از همینجا پاکش میکنم اگر بیاد. خب بسیار عالی. حالا اینجا میام پایین. خب ما میگیم نان. خب چرا اینجوری شد؟ خب حالا مشکلی نداره. حالا که چه بهتر، میام حداقل خود این کد رو میام تعریفش میکنیم. خود این کد حالا چی رو میگه؟ میاد اگر این رو ببینین هیچ کار خاص دیگه ای نکرده، اومدم یه ست تعریف کردم و مسیج وارنینگ سورس و این لاین رو دارم. حالا نکته که دیگه وجود داره نیت آندرلاین، نیت آندرلاین هوکس دلار گت. اگر ببینیم ما یه سری چیزها داره، خروجی ها داره که مثلا تکست داکیومنت ایوالویت. ببینیم دیگه چی داره، این لاین پلات ارور مسیج وارنینگ. بعد از هر یک از اینها ما میتونیم اون چیزی که میخوایم رو داشته باشیم. همونطور که میبینین مثلا برای آوتپوت هم اینجا لاتین گذاشتم بعدش پرشین و این باید درست کار کنه. حالا نمیدونم چرا اینجا خب این رو که درست کار کردم، پس چرا کار نمیکنه؟ این رو سعی میکنم تنظیماتش رو درست کنم برای جلسه بعدی. حالا نمیدونم اینجا چرا داره اذیت میکنه، چون من بیشتر از چیز استفاده میکنم، از آرسویت استفاده میکنم برای خروجی وردم. حالا این رو سعی میکنم برطرفش کنم و همونطور که دیدین این پکیج به راحتی کار رو پیش میبره. این فقط این تنظیمات اینجا رو هم که پکیجش درست میکنم که به این مشکل برطرف بشه تا احتمالا امشب یا فردا. ولی نکته اصلی که وجود داره اینه که خب ما هر چقدر هم که خوب عمل کنیم توی فارسی کردن چپچین راستچین و اینها، اینه که ما آر استودیو یک محیطی نیست که ما بخوایم چپچین راستچین بودن رو باهاش پیش ببریم. مثلا من تا به کی بخوام بتونم از با استفاده از اینجا مثلا یه خروجی بگیرم که مثلا وقتی مثلا من اینجا بنویسم متن فارسی در آر است، میبینید که این تنظیماتش به هم میخوره. لذا ما میتونیم به جای اینکه از این استفاده کنیم بریم سراغ اینکه کلا محیط کدنویسی رو از حالت آرمارکداون ببریم به خود لاتک و کد هامون رو هم همونجا بنویسیم، متن فارسیمون هم همونجا بنویسیم و همه کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو توی اونجا انجام بدیم. به چه صورت؟ توی همه ما با تک استودیو آشنا هستیم و با استفاده از تک استودیو ما به راحتی میتونیم هر کاری که میخوایم رو پیش ببریم. و مثلا همینجا میبینیم که من اومدم یه دونه کد نوشتم. حالا این در واقع کجا هستش؟ من هر وقتی که بخوام بسازم یه دونه اینجا آرسویو، این آرسویو در واقع همونیه که من اینجا آوردم. پسوند فایل آرسویو RNW هستش
و شما میتونی با استفاده از همینجا مثلا یه دونه بسازی، میبینی که همه چیزش میاد. شما کافیه با این تفاوت که توی اینجا چانک ها دیگه با استفاده از این دو تا با استفاده از این شروع و با استفاده از این تموم میشه و مثلا شما فی دات کپشن و اینها رو توی اینجا هم داریم. حالا فقط خوبیش اینه که من دیگه میتونم تمامی تنظیماتی که دارم رو در قالب لاتک اگر احیانا پایانامی دارم اینها رو همشو برای این استفاده کنم و خیلی راحت میبره جلو. الان به عنوان مثال من اینجا یه دونه متن رو میارم می‌نویسم. نگاه کنید. This is a text from my template و اجرا میکنم. میبینید که به راحتی میاد اینجا و حتی اگه من یه نموداری هم رسم کنم دوباره نمودار هم میاد. حالا اینجا با این تفاوتی که من خطا دارم، خب مشکلی نداره. بله می‌بینیم که این نمودار هم در اینجا ظاهر میشه. کیفیتش هم فوق العاده کیفیت بالای نمودارهاش و پیشنهادی که میدم اینه که به جایی که از ورد استفاده کنیم از همین PDF استفاده کنیم و توی اینجا به راحتی همه تنظیمات انجام شده و من خودم چون توی گزارش نویسی هم از این روش استفاده میکنم به خاطر همین به اون پکیج اون ورش سر نزده بودم و الان دوباره من رو غافلگیر کرد. خب حالا اینکه اول از همه اگر دیده باشید من هر باری که اجرا می‌کردم یه خروجی اینجا میومد. خب من این رو چجوری تنظیم کنم که کد R رو اول اینجا اجرا کنم؟ کد R رو برای اینکه اجرا کنی من اومدم توی اینجا یه دونه یوزر کامند جدید تعریف کردم. اینجا من گذاشتم برای لینوکس اینه، برای خود ویندوز هم دوباره کافیه برین اون آدرس آر اسکریپت چیز پیدا کنین که اون آری که نصب کردین رو توی اینجا قرار بدین و بقیهش دوباره همین میشه که در واقع این همونطور که میبینید از نیتر استفاده میکنه که میاد همه کارها رو بر اساس اون چیزی که میخوایم تنظیم میکنه و میگه که در واقع تنظیم نه اجرا میکنه و پسوند فایل رو هم همونطور که میبینید تعریف کردم که RNW باشه. حالا اینکه چجوری من این رو بیام تعریف کنم، یه برای فارسی RTL نیتر من یه خروجی دارم این hooks underline RTL. چرا هستیم؟ بله هستیم، صداتون هم خوب داریم. بله نمیدونم چرا اذیت داره میکنه. خب اینجا پکیج آر استودیو فکر کنم یه خود قاطی کرد. خب همونطوری که میبینید من یه دونه مارک داون دارم، یه دونه هوکس آندرلاین RTL که اینجا حالا نمیده. خب حالا به هر حال ما اینجا بنویسیم library RTL نیتر هوکس آندرلاین RTL و همین. و اینجا هم همونطور که می‌بینید یوز پکیج یه فونت اسپک رو همیشه فراخوانی کنین، یه یوز پکیج زی پرشین و هر چیزی که دیگه میخواین استفاده کنین رو توی همین جا بعدش تعریف کنین.
این رو هم بذاریم اینجا. آرگومانش چی بود که کد رو نشون نمیداد؟ بذاریم ببینم. کش اکو کدها رو به ما خروجیاش نشون نمیده. اکو equals false و output هم equals false. خب و این هم از این. اگر بیاد خب اینجا حکمت فارسی است و پکیج اگر ران بشه متاسفانه. بذار من یه آر استودیو ببندم دوباره باز کنم. خب دوباره بازش کنم ببینیم اون تابع چی بود که این تنظیمات کامل به وجود میاره. و حتی میتونیم اینجا جدول داشته باشیم که حالا اون جدول رو هم جلوتر براتون ایجاد میکنم که ببینید. خب مارکداون RTL هوکس دوباره به همین صورت من این رو میذارم اینجا. همونطور که میبینید تنظیمات به راحتی درست شد و همون چیزی که میخوایم هست. توی اونجا هم فکر کنم برای PDF که اینجا داشتیم من اینجا اشتباه این لوگو مارکداون RTL بود. RTL نیت مارکداون RTL هلپش رو ببینیم چجوری استفاده کردیم. نه همین رو اصلا خودش فقط باید فراخوانی کنم فکر کنم. خب اگر این رو بذاریم ببینیم خروجی درست میشه یا نه. اگر خروجی درست شد که هیچ، اگر نه که باید برم کدش رو درست کنم. بله تو اونجا هم که دیدیم اینجا اصلا فقط یک دونه تابع رو فراخوانی میکنیم و این توی مارکداون و همه اون تنظیماتی که میخواد تنظیم میشه و نمودار اونها و خروجی هاش هم درسته همونطور که میبینیم و اون هدر و اینها. و حتی مثلا یه نمودار هم بذار اینجا بسازم دوباره و اونجا هم بعد میریم دوباره یک نمودار و اینها هم خواهیم ساخت. پلات feed.caption مساوی است با یک نمودار زیبا. این از خروجی، این از این. feed.cap نوشتم. آره دیگه
ببینیم چیکار میکنه. اگر این مشکل داشت اینشو باید درست کنم. یادمه که این پکیج برای آرمارکداون یه مشکلی داشت، ولی چون خیلی استفاده نمی‌کردم نمیرفتم سمتش. حالا این نشون نمیده کلا، نمیدونم مشکل چیه. حالا اینو باید بررسی کنم، ولی تمامی تنظیماتش برقراره و همونطور که می‌بینی اوتپوت تو اینهاش هم درسته. فقط این کپشن رو باید درست کنم. حالا ببینیم توی اونجا کپشن چجوری کار میکنه. fig.cap یک نمودار زیبا و این هم اوتپوتش. این شکل یک نمودار و همه اون چیزایی که مد نظرتون هستش اینجا میبینید که میاد. و اما اینکه جدول رو چجوری بسازید، من خودم پیشنهادی که میدم پکیج جی تی هستش که فوق العاده پکیج عالی هستش. جی تی لایبرری جی تی یه سری پکیج ها داره که دیپندنسی هستش که ما اگر اینجا جی تی لیتکس دیپندنسیز رو ببینیم ما میده که چه دیپندنسی هایی داره و چجوری فراخوانی کنیم. کتبوت کنم. بله کافیه این رو اینجا کپی کنیم و بیاریم توی اینجا و قبل از فونت اسپک فراخوانی کنیم و اینجا مثلا یک دونه جدول میسازم و یه هد آیریس و دوباره یه دونه از اینجوری جی تی کافیه. خب یه دونه اینجوری و این جی تی رو میتونید داخل تمامی اون اوتپوت های دیگه هم استفاده کنید و خروجیاشو ببینید. اگر بیاد پکیج فراخوانی نکردم. لایبرری جی تی این از این. فقط نکته که وجود داره همونطور که میبینین ما توی فارسیمون همیشه اینا رو بین دلارها میذاریم که به مشکل نخوریم دیگه، درسته؟ شما برای این کار میتونی این کار رو انجام بدی اینجوری و مثلا FMT بود همینجا FMT underline number اینجا یه دونه چیز داره تایپ داره فکر کنم pattern FMT underline number پترنش رو میذاریم به این صورت دلار x دلار. همین رو کافیه بذاریم توی اینجا به عنوان ستون بعدی. تمامی اون چیزایی که دلار بودن و اینها رو هم درست میکنه و خودش به ما اون خروجی رو میده. و الان اگه مثلا اونجا 1.5 بود الان میبینیم که 5.1 درست شد و کافیه اون فرمت رو تنظیم کنیم تا اون چیزی که میخوایم بشه. و همونطور که میبینین هم جداول و همه اینها رو میشه تغییر داد، حتی میشه سرستون ها رو تغییر داد. مثلا calls underline label چیز رو بذاریم نوع گل
گلز آندرلاین لیبل نبود. بذار ببینیم چی بود. جی تی لیبل دیگه. چرا اذیت میکنه این به ما؟ فکر کنم جا به جا گذاشتم. نیم اینه. خب بذار ببینیم. اینجا اسپشیز رو برعکس کنیم. نوع گل اینجا رو هم بکنیم اسپشیز. اینجا تغییر نمیده. نمیدونم چرا. اینجا این نداشتم. اینا رو الان درستش کنم. بله همونطور که می‌بینید میتونیم تغییر بدیم و حتی با استفاده از تابع FMT حتی مقادیر این ستون ها رو هم مثلا ستوس ها رو هم فارسی کنیم و همه موارد رو به راحتی میشه تغییر داد و اون جیری که میخوایم انجام بشه. فقط نکته که وجود داره اینه که پیشنهادی که میدم اینه که موقعی که میخواین کد ها رو بنویسین توی کد هاتون متن فارسی نداشته باشین، چرا که محیط کد نویسی و فارسی رو به هم میریزه و عملا نشون نمیده. کل این همینه و همونطور که می‌بینید تمامی تنظیماتش برقراره. شما میتونین حتی این رو در قالب پایان نامه هاتون به کار ببرین با استفاده از این. فقط نکته‌ای که وجود داره بازم میگم که اگه میخواین توی این محیط کد نویسی کداتون رو هم داشته باشین بنویسین، اینجا یه نور یوزر کامند تعریف می‌کنیم و توی موقع اجرا این توی بخش شورتکات تولز اینجا وقتی که یک بار اینجا این رو تعریف کنین توی بیلد اینجا تعریف کنین، اوکی رو بزنین، دوباره بیاین توی این صفحه و وارد شورتکات بشین و از اینجا این چیزه میاد، یوزر میاد. شما میتونید اینجا براش یه شورتکاتی تعریف کنین. من هر بار که میخوام این رو اجرا کنم یه بار کنترل آلت شیفت آر رو میزنم، برای من این اجرا میشه و وقتی که اجرا شد دوباره مثل همون لاتک عادی این رو اجرا میکنیم و بهتون حتی خروجی لاتک رو هم میده، با پسوند تکست رو میده. حالا من اینجا نمیدونم کجا ذخیره‌اش کردم، ولی این خودش پسوند تکست رو هم میده. شما میتونی به راحتی پسوند تکستش رو ببینی. اصلا مثلا همینجا من اگه چیز کنم گو تو سورس کد بزنم وارد فرمت تکستش میشه که اون تنظیماتی که براش تنظیم کرده رو شما اینجا میبینید و میبینید که من هر بار که میخواستم این رو فراخوانی کنم قبلش یه لاتین گذاشتم و بعد از اون کد هم یه پرژن گذاشتم و اون حالت چپچین راستچین بودنه رو براش برقرار کرده. این از این. و همونطور که دیدیم توی آرمارک داون هم که اون دوری که گفتم اشتباه بود و کافیه خود این تابع رو فقط فراخوانی کنید، اون تنظیماتی که باید رو خودش درست میکنه. کل کار این بود و بفهم. بله خیلی اگر سوالی ممنون هستش. فؤاد جان. آره بچه اگه سوالی هست، این واقعا خیلی فکر کنم واقعا چیزی که یاد دادی خیلی مفیدی باشه، چون خود آرمارکتن که ما یکی دو تا جلسه داشتیم قبلا خیلی کامل همه فیچراشو، ولی این فیچری که مثلا بخوایم فارسی باش بنویسیم و اینکه خیلی بچه‌ها خود آرمارکتان رو واسه پروژه آکادمیک بر پایان نامه این استفاده میکنن، این خیلی میتونه مفید باشه، به درد همه میخوره. دستتون درد نکنه. فقط من یه سوال داشتم. من خودم خیلی وقت پیش همون زمان دانشگاه که لاتکس رو یادم یه ذره خیلی جو خودش لینوکس بیس خیلی سخت بود، روی ویندوز یه ذره خیلی ایراد میگرفتم. چقدر راحت
همین کارایی که کلا کردی با خود لاتکس و اینا توی ویندوز الانم من خوب کار من میکنه؟ تمامی این کدایی که نوشتم رو توی محیط ویندوز نوشتم و تقریبا یه 6 7 ماهیه که اومدم سمت لینوکس و از نظر اینکه اجرا بشه توی ویندوز رو من اطمینان 100% دارم و خیلی کار خاصی نیست. همونطور که دیدین اگر یک فایل چیز داشته باشین، همونطور که می‌بینید دقیقا همون کد چیزه لاتک من نوشتم و کار دیگه نکردم. فقط موقع اجرای کدها من این رو دارم. نکته دیگه که وجود داره، من مثلا وسط متنم یه سری چیزام دارم دیگه، مثلا توی چیزام دارم دیگه، فکر کنم این بود مین آیریس دلار سپال دات لنز. مثلا من همچین چیز رو هم اگر وسط متنم داشته باشم، مثل آرمارکداون که اونجا وسط متنم یه سری خروجی ها رو میخوام توی جمله هم داشته باشم، توی اینجا هم میبینید که من میتونم به راحتی این رو داشته باشم. خیلی عالی. آره، و نکته که وجود داره یه دونه اینجوری هم اگر داشته باشیم، اینجوری به راحتی اگر مثلا متنی هستش، عددی هستش، برای ما خودش درست میکنه. درسته؟ یعنی وسط متنم هم توی اینجا هم میتونم از این لاین کد هم داشته باشم، فقط با این تفاوت که من توی آر مارک داونم از این علامت بالای تب استفاده میکنم که با سه تاش مثلا یه چانک میسازیم و یه آر. توی اونجا از دستور اکسپرشن یا SEXPR با اس بزرگ این کار رو انجام میدیم. همین و بقیهش دقیقا همونه. پیشنهادی که خودم میدم اینه که از آرسویو استفاده کنید اگر میخواین خروجی PDF داشته باشین، خیلی راحت تره و اینکه دستتون هم بازتره دیگه برای تنظیماتش. هر چقدر که لاتک بیشتر بدونید بیشتر میتونید تنظیم کنید. خیلی عالی، دستتون درد نکنه. خیلی توضیح کامل بود، خیلی واضح بود و ما همه ویدیومون هم که میذاریم تو یوتیوب مطمئنم این ویدیو هم خیلی کمک میکنه به همه افرادی که حالا تا آینده خیلی فیچر مهمیه واسه دانشجوام همچنین. بعد بچه ها اگه سوالی ندارین میتونیم جلسه رو ببندیم.